سلام به چنل ضربه فکری خوش اومدید. آماده اید با هم وارد دنیای غول‌ها بشیم؟ مفهوم غول در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به موجوداتی اطلاق می‌شود که از نظر فیزیکی فراتر از انسان‌های معمولی هستند. این تصویر از غول‌ها ترکیبی از مشاهده پدیده‌های واقعی، اغراق روایی و نیاز فرهنگی به شخصیت‌های نمادین بوده است. مطالعات انسانشناسی نشان داده‌اند که غول‌ها در افسانه‌ها اغلب تجسم نیروهای طبیعی یا دشمنان اجتماعی محسوب می‌شدند. مثلا در اساطیر اسکاندیناوی، یوتن‌ها نماد آشوب و بی‌نظمی در برابر خدایان نظم بودند. از نظر زیست شناسی، برخی نظریه‌ها تلاش کرده‌اند غول‌ها را به بیماری‌هایی مانند آکرومگالی مرتبط کنند، وضعیتی که منجر به رشد غیرطبیعی استخوان‌ها و اندام‌ها می‌شود. با این حال، هیچ سند علمی از وجود چنین موجوداتی با اندازه‌های افسانه‌ای در دنیای واقعی یافت نشده است. اگه این دانستنی برات جالب بود، بدون که تازه اولشه. فالو کن تا هر روز یه حقیقت تازه کشف کنیم. با هم از عجیب‌ترین اسرار تا ساده‌ترین واقعیت‌ها. اینجا جای کشف‌های بی‌پایانه.